فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سوال بعدی بیننده آقا وحید پرسیدن که آیا قربانی برای مردگان جایز است یا نه؟ جایز است، چون علی رضی الله تعالی عنه برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قربانی میکردن و از دیگر صحابه کرام هم چیزهای به این آمده تا چیز قربانی میکنه به نام او و در مواردی که مصرف درست قربانی و صدقات هست مصرف میکنه.